داستان‌های پسران بلند پرواز، قصه‌هایی درباره مردان استثنایی. استیون اسپیلبرگ. بزرگ شدن برای استیون آسان نبود. خانواده‌اش یهودی بودند و همسایگان و بچه‌های مدرسه به همین دلیل به او توهین می‌کردند. یک شب استیون دزدکی از اتاق خوابش بیرون رفت و پنجره‌های همه همسایگانش را با کره بادام زمینی پوشاند. وقتی که آنها به مادرش اعتراض کردند، مادرش خندید و گفت که از این کار پسرش بسیار راضی است. اما استیون باز هم بیشتر وقتها از یهودی بودنش احساس ناراحتی میکرد. خوشبختانه وقتی که فیلم ساخت متوجه شد که میتواند همه اینها را فراموش کند. او عاشق استفاده از دوربین فیلم برداری خانوادگیشان بود و از سفرهای اردویی خانواده و جشن تولدها فیلم میگرفت. در اولین فیلمش قطارهای اسباب بازیش را به هم کوبید و فیلم گرفت. متوجه شد که نوشتن فیلمنامه و تدوین کردن فیلمهایش را به بازی کردن با بچه‌ها در مدرسه ترجیح می‌دهد. هنگامی که استیون بزرگ شد، کارگردان معروفی شد. فیلم‌هایی در مورد کوسه‌های درنده و موجودات فضایی و دایناسورها و سفر در زمان ساخت، ولی هرگز فیلمی در مورد یهودی بودن نساخته بود. سپس داستان اسکار شریندلر را شنید. در جنگ جهانی دوم، هنگامی که نازی‌ها یهودی‌ها را دسته دسته می‌کشتند، اسکار یهودیان را در کارخانه‌هایش استخدام می‌کرد و با این کار جان بیش از 1000 یهودی را نجات داد. او تمام درآمد خود را به نازی‌ها می‌پرداخت تا یهودیان را به اردوگاه کار اجباری نبرند. استیون تشخیص داد که لازم است این داستان گفته شود. در حقیقت این موضوع چنان مهم بود که او حتی فکرش را نمی‌کرد که از توانایی لازم برای ساخت این فیلم برخوردار باشد. بنابراین اول به دیگران پیشنهاد کرد که این فیلم را بسازند. وقتی که آنها نپذیرفتند، استیون برای دیدن مکان‌هایی که این تاریخ واقعی در آن شکل گرفته بود، به سراسر کشور لهستان سفر کرد. استیون می‌گفت زندگی یهودیان دوباره در قلبم جان گرفت و من مدام گریه می‌کردم. وقتی که فیلم پخش شد بیش از 20 جایزه به دست آورد و اکنون یکی از بهترین فیلم‌های 100 سال گذشته به شمار می‌آید. استیون اسپیلبرگ.